درباره گلیم میخوایم صحبت کنیم. یه تاریخچه مختصر ازش بهمون میگین؟ گلیم از زمانی که انسان به دنیا اومد کم کم حیوانا رو رام خودش کرد. اول از پوستش استفاده میکرد، زیرانداز درست میکرد. بعد دید این حیوانا پشم هم دارن، پشمش کم کم ریسید و تا به امروزی رسوند. حدود 8000 سال ما سابقه گلیم رو داریم در حاشیه دریای کاسپیان و خوشبختانه عنبران هم در مرز دریا قرار داره. همونطوری که اول صبح وقتی جاده اردبیل عنبران رو نگاه میکنیم مه گرفته، این مه مال دریای کاسپیان هست و گلیم هم از آثاریه که 8000 ساله در حاشیه این دریا وجود داشته و امروز عنبران میراثدار این هنر اصیل ایرانی هست. خیلی عالی. امروزه دیگه با نیاز بشر نوع تولیدات فرق کرده و هر روز یه مدل جدید با خلاقیت دختران و بانوان عنبرانی میاد به بازار و شاهد گونه‌های جدید گلیم هست. تفاوت گلیم با فرش توی بافت رو بفرمایید. گلیم به صورت تار و پود بافته میشه و درو هست. وقتی شما استفاده میکنید میندازی زمین برداری پشت روشو نمیتونی تشخیص بدی، ولی فرش پشت رو داره، یه طرفش پرز داره یه طرفش پرز نداره و گلیم صاف هم هست، پرز نداره. خب گلیم الان آپشن ویژش بیشتره که آپشنش اصلا خیلی عالیه. یعنی اولا تو کیف لپتاپ جا میگیره. آقای رئیس جمهور ترکیه اومده بود ایران، خیلی از کالاها رو خواستن انتخاب بکنن، روابط عمومی به این نتیجه رسید که گلیم عنبران انتخاب کنه چون کم جا هست، تو کیف جا میگیره و از نظر آپشن هم که دو طرفه هست و قابل استفاده همه جا روی میز. براشون هم اضافه بار نمیزنن. بله اضافه بار هواپیمایی هم که صرف اقتصادی داره. خیلی باحاله. الان گلیم گرونتره یا فرش؟ فرش گرونه. خب چرا؟ گلیم خیلی ارزونه. همونو میپرسم. چون الان این آپشنای ویژه‌ای که داره گلیم الان باید از فرش گرونتر شیوه باشه. تولید گلیم کاملا متفاوته. گلیم رو نه براش آب میدیم، نه برق میدیم، نه اتاق میدیم. تو خونمون میشینیم، بعد کنار گهواره بچه‌مون میبافیم و میفرستیم بازار. به خاطر همین قیمت تمام شده گلیم پایین‌تره و امروزه یه سوغاتی کاملا به صرفه است. حمید زرابی همچنان پشت دوربین وایساده، هی داره اینجوری میکنه. دیگه من دارم ته توانمو میذارم داداش، دیگه چیکار کنم؟ باشه بهتر میکنم. خب عادت ندارن بچه‌ها، من همیشه شر و شیطون میام اینجا. ولی اوجوبهات معمولا پر انرژی هم الانم خوبه. اونجام همینه. آره هم یعنی خوبی. اونجام خسته کوفته اصلا کلا خوبی. میرم تو. قربون شما برم آقا، سلامت باشید، زنده باشید. گلیم هم خوبه، شما هم خوبی. مخلص شما. عنبران گلیم خوبه. بهتر از منه. عنبران از هممون بهتره. عزیز. میدونستی عنبران شهر ملی گلیم انتخاب شده؟ بله. و شما باید کمک بکنی که شهر جهانی گلیم بشه، چون 5000 بافنده در این شهر بزرگترین شهر جهانی که بیشترین دار گلیم رو داره و به کمک همه دوستان باید کمک بکنیم که این ثبت جهانی انجام بگیره و عنبران به عنوان شهر جهانی گلیم ثبت بشه. مهد گلیم ایران بوده؟ یعنی مهد از گلیم ایران شروع بوده شده. و قدیمی ترین گلیم ها از حاشیه دریای کاسپیان پیدا شده که عنبران هم تا این حوزه در ایران. بله در ایران. بسیار. دقیقاً الان چه کشورهای دیگه گلیم کشورهای دیگر میبافن، سعی میکنن که الگو برداری بکنن. متاسفانه مثل زعفران ما، مثل بعضی کالاهای دیگه، ما که کمی کمجون میجنبیم اونا میان گلیم ما رو میبرن، بعد به بچهای خودشون یاد میدن، ولی مطمئنا چون توی عنبران گلیم رو یاد نمیگیرن، وقتی متولد میشن مشق ذهن میکنن، بچه نگاه میکنه گلیم و کنار مادرش یاد میگیره. اون هنری که بچه عنبرانی گلیم میبافه کشورهای دیگه هندوستان و پاکستان نمیتونن اونو ببافن. ما اگه توجه بکنیم میتونیم با برنامه گلیممون رو ببریم بالا، مثل فرشمون برندش رو مطرح بکنیم. حتما این اتفاق ما باید نشان بیفته. کیفی یونسکو رو هم برای گلیم عنبران گرفتیم. این هم یکی از آپشن‌های دیگر ما هست. خیلی عالیه. دم شما گرم. سلامت باشید. هم خودتون آدم پیگیری هستی، هم به هر حال خوب دارید در مورد گلیم صحبت میکنید و معلومه که کاملا مسلطید به بازارش و اوضاعش و اینها. الان استقبال چطور مردم داخل؟ استقبال مردم به دو جهت خیلی بالا هست. اولا ما فروش اینترنتی داریم، در فضای مجازی
داریم کار میکنیم و با توجه به وضع اقتصادی مملکت فعلا گلیم بهترین سوغاتیه، ارزونترین سوغاتیه که سازمان ها، اداره، شرکت ها ازش استقبال میکنن و ما هم با تمام وجود داریم تولید میکنیم که هرچه خواستن بفرستیم دم در اداره، دم در شرکت، گلیم رو تحویل شما بدیم. آقا این الان چند در چنده؟ این 50%. 50% چیزه آف خورده یعنی چیز نه، این 50 سانتی متر در 100 50 سانتی متر. بله. صحیح متوجه بله. شدم. 50 سانتی متر در 100 سانتی متر گلیم چجوری محاسبه میشه قیمتش؟ قیمتش این با توجه به جنسش و ما نقشش؟ پشم داریم، ریزبافتشو داریم، کرک داریم، ابریشم داریم. نوع مواد اولیه‌ای که به کار میره متفاوت قیمت. الان این از گروناشه یا ارزوناشه این از یا متوسطاشه. متوسطاش؟ خب چند؟ الان قیمت نگم دیگه. چرا نگی؟ قیمت بگم؟ آره. اینو 800 تومن. 800 بله. تومن این بله. که متوسطه. بله، متوسط. از چه قیمت شروع میشه از همین قیمت ابعاد؟ 400 تومن شروع میشه تا 4 میلیون تومن. 400 تومن تا بله. 4 میلیون بله. تومن. خاصیتایی که اینا داره، ما منطقه‌مون چون پشم زیاد داره، پشم رو وقتی استفاده میکنی هم برای بدن خیر داره، همین که هر چقدر این فرشه، این گلیما هر چقدر کهنه‌تر بشن ارزش بیشتری دارن. اون گلیمی که مادر بزرگ من بافته و یادگار مونده امروز 3 برابر قیمت یک گلیم نو فروش میده، به شرطی که خط خوردگی، خط و خش نداشته باشه. خط خوردگی و خط و خش یعنی تو بافته؟ نه وقتی استفاده میکنی نه سوزونی روش آتیش نندازی، سالم در بیاد، از 50 سال به این ور مونده باشه. اون با توجه به سابیدگی و گذشت زمان ارزش تجاری بیشتری داره. صحیح. کاملا از رنگ طبیعی استفاده کاملا میشه؟ از رنگ طبیعی استفاده میکنیم. حالا بعضا رنگای مصنوعی هم اومده تو بازار، ولی تو منطقه ما بیشتر رنگ طبیعی، پشم طبیعی و بافت طبیعی هست که با دستان ریز بانوان عنبرانی این گلیما بافته میشن. بله، دستان هنرمندان عزیز عنبرانی و گوشه گوشه کشورمون. گلیم هر استانی که به هر حال وجود داره اونجا و هنرمندایی میشینن پای دار گلیم دیگه. آره، پای دار گلیم داره. میشینن، دار گلیم میشینن، بعد اونجا شعر هم میخونن. مردم عنبران یه دونهشو واسمون بخون. مردم عنبران به زبان تالشی صحبت میکنن و اونجا که میگن همون جوری که میشینن پای دار آره میخونن میشینن میگن شانگو وسای چشم دتای گایر. نه، همینجوری دکلمه میکنن پای دار. میخونن آواز میخونن. آره، برای بچه‌ها میخونن. میگن میشه که شما برامون بخونی؟ شانگو وسای چشم دتای نه، گایر. دکلمه نه، میشه برامون بخونی؟ اونو بلد نیستم، من فقط اون شعرشو بلدم. جان من ببین اجازه بده بخونم اینو. تو رو خدا با آواز بخونی. آواز بلد نیستم، همون مدلی که میخونی خودم بخونم. بله، خواهش میکنم. راحت شانگو وسای چشم دتای گایارو کافته کیمین دلم گتای گایارو ماشکی جمعه پمه پرم به آنبان پر و جماز اینه رو گایارو. آقا زیرنویسش هم بده. زیرنویسش اینه که دلم گرفته برای عنبران، فردا جمعه هست، پر میزنم به سوی عنبران، پرواز میکنم روی کوههای عنبران. به این هم زیرنویس. یه عرق و علاقه خاصی بین مردم خود عنبران نسبت به خود عنبران هست. اصلا ایرانی جماعت ایران رو دوست داره، ولی اون حس ناسیونالیستیه. حس ناسیونالیستی مردم اون نیست. منطقه اصلا قوقاست. ما کنار میله های مرزی بین الملل هستیم. اونجا که میگیم مرزنشینیم جونیم بد و ایرونه رو بنوشته ما دل جون و ایرونه رو از عاشقیم و ایرونه مرزن میلان جونیم بد و خونیم بد و ایرونه رو. ای جانم، مرزنشینم جان میدهم برای ایران، مینویسم از دل و جان برای ایران. من عاشق حد و مرزهای ایرانم، جان میدهم خون میدهم برای ایران. زنده باد ایران. به به، زنده باد، زنده باد. دم شما گرم. روزی طبیعی یه رنگیه، درسته؟ تو گلیم استفاده میشه. میخوام فقط ببینم یه همچین رنگی وجود داره. ما از رنگ روناس استفاده میکنیم و رنگ با پیاز و با رنگ انار و با یه سری ترکیبات دیگه است. من خیلی کارم میدونی چیه؟ من خیلی نمیدونم. من معلم کارآفرینی. رنگ روزی طبیعی میدونی چیه؟ نمیدونم. همون رنگ رزی طبیعیه.
داری گیر میدی به من. نه باشه. والا من اینجا باشه. داشتم یه ساعت میخوندم ولی ببینم یکم من به این مردم بگو که آی من بیان گلیم بخرم عزیزم بس نگاه خرابه. اینجا رو نگاه یه ساعت داشتم میخوندم که این چی نوشته اینجا نوشته رنگرزی طبیعی رنگ ولی روزی. رنگ روزی باشه، طبیعی باشه. اینجوریه دیگه کار ما هم باشه، سخته باشه. یعنی بعضی وقتا حالا اگر عوض اینکه رنگ روزی خوندی اینو بگو به مردم بگو بیان گلیم بخرن از بیان انبران. گلیم بخریم بیان انبران گلیم بخرن ما میفرستیم دم درشون. یه دقیقه این دوربین دور رو به من بده بیان گلیم بخریم آره بیان گلیم بخریم میدونی حله. چه رکود بس خرابه یه کمی بعد اقتصاد آره کمک واقعا کنیم. میدونم خودمون میفهمم الهی که سرتون سلامت باشه و جیبتون پرپول باشه کسب و کارتون سکه باشه هرچی آرزوی خوب مال شما و واقعا این که کسب و کارهایی که دارن بها میدن به صنایع دستی و هنرها و میراث فرهنگی این مملکت باید یه جور ویژه‌ای بهشون توجه کرد بخش عمدهش و بخش مهمش به عهده مسئولین به عهده کسایی که بار مسئولیت روشونشونه که باید این موضوع رو پیگیری کنن یه بخشش هم به عهده مردمه که حواسمون باشه حمایت کنیم اگر میریم سفر اگر یه مقصدی رو به عنوان نقطه گردشگری خودمون انتخاب میکنیم سوغات اون منطقه رو خریداری کنیم هم کمک میکنه به اقتصاد مردم اون منطقه و بنیه مالی و بنیه اقتصادیشون یه مقداری قوی‌تر میشه میتونن کارهای فاخرتر کارهای بهتر رو انجام بدن و انگیزه بیشتری داشته باشن واسه ادامه دادنش بارها هم توی همین برنامه درباره این موضوع صحبت کردیم باز هم صحبت خواهیم کرد آقا خیلی ممنونم من خیلی ممنونم میخوام یه کشور تقدیم کنم به بافندگان جان گلیم. دل بفرمایید حسن ختام این بخش با عشق چی بگم در رفت اه با تمام نه یادم رفت دورت بگردم خیلی ممنون کاغذ بیارم آره اشکالی نداره راحت باش ببخشید در رفت دیگه پیرمردیه در خیالم عشق را با مهربانی بافتم چشمه های نور جاری را نهانی بافتم در کنارت تا رفود رنگی از احساس را رج به رج تا کوی مهرت پرنیانی بافتم مثل مادر با تمام عشق و احساسات خود من گلیمی با محبت انبرانی بافتم به به زنده باد پیرمردی بود و ما همچنان سر کیفیم از